میزنن کودکستان میزنن کودک‌ها بیمارستان ها همه جا میزنن دیگه نه بابا بزرگ میگه موشه کورن اونا هدفمند میزنن ببین ارزش داره استراحت بزنه فلج کنه اما اینا چی بشه اینا فقط میگه یهودی رو فقط میخوان از نطفه خفه میگن کنن ناسی هم دیگه آره میگن دیگه. مثل ناسی میخوان نسل آره میخوان نسلشون رو نابود Great. میخوان نسل یهودی ها رو اصلا یارو هیچ میگن اینا نظامی غیر نظامی نداریم همشون چیزن آره هیچ میگن آره مظلوم همشون گناهکار رو باید کشته بشن بچه همه رو آره اینا میگن باید نسلشون نابود شه بچه‌هاشون هم بزنین که بزرگ نشن اما اونا نه اونا میگن ما ایرانی اینا رفتن دوتاشون هم ما رو قیچی به این چرا مطمئن آیت الله خامنه‌ای را نمیشناسم اما آدم مومنی هست و مردمش او را قبول دارند. دلش باشه خرش میکنه تمام سیاست استفاده میکنه که اینا رو تسلیم کنه قانع تسلیم نمیده در اصل ترام همون چیزی که ترام هستش نبود در هر صورت این رو میکنه همین سیستم چجوریه؟ میگه اون بار نگاه میکنه این بار میزنه یا به حیلت یا به زور آخر زوره از همه دیگه استفاده میکنه که جواب نداد دیگه زوره دیگه یه بمبر رو یه خارجی بیاد میگه اینا اینجوری چی راضیه از این ننشونی گرفتن از این خامنه‌ای میگه وقتی که لامپ نداریم برق نداریم نگاه کن لامپا رو شکلی چراغونی کرد میدونی چرا این کارو میکنم؟ یکی از خواهش تراپی هم منو کشته بشن عمدی معلومه علاقه‌مند کنم به این بسته علاقه من که متنفرم از این چی علاقه من کنه چه سال مردم هر کی میخواد علاقه شد فرهنگی دیزاینری خایماتون نرگس کالمامیش واسه میذاره حسین زن سالار همشون هر چی که بودولن طرفدار این حکومتن حالا خب هیچ پولی هم ندارن و مال و منالی هم